داداش رو مخی ترین اخلاق دخترها از نظر چیه؟ همشون رو مخ. از نظر شما رو مخی ترین اخلاق پسرها چیه؟ همش. نه این نظر بالاتر به بگید. نظرم که همش. یعنی چی همش؟ کلا رو مخ دیگه. خب چرا پس با پسر حرف میزنی اگه اینقدر رو مخن؟ نه دیگه گفتم که من جیغ مثلا فرار میکنم معمولا. داداش رو مخی ترین اخلاق و رفتار دخترها از نظر چیه؟ یه ذره بالا. اینقدر فکر داشت. آخه چی بهت میگم؟ مثلا نمیگردم با آدم. زیاد تکون نه. خدا همین چون نیستم با آدما. با آدما یا با دخترها؟ با هر کی آدم تو فرق نمیکنه با کی. خب چی باعث میشه نگردی باشون؟ یه چیز کلا رو اگه مخ دارن بخوای توی دیگه. آدما بگردی این فکر و خیال اشتباهشون دیگه، یا مثلا هر کی از دیدگاه خودش داره یه جوری قضاوت میکنه. کلا همه چیشون احساس میکنم داداش اصلا نمیتونم باشون کانکت بشم. میدونی چی بهت میگم؟ الان دیگه همه چیشون رو مخم. خب قبلا که کانکت میشدی به قول خودت همه چیشون رو مخ نبود، اون یکی دوتا چیزی که رو مخت بود چی بود؟ اینکه چرا چند ساعت دیر کردی؟ قرار میرفتم میگفت چرا چند ساعت دیر چند کردی؟ ساعت؟ آره سر 1 ساعت مثلا میگفت چرا دیر کردی؟ داداش اینو منم رفیقم دیر کنه الان بهش حرف داداش میزنم. رفیق خیلی فرق میکنه موضوعش. خب حالا شاید همش نباشه، یکی دوتا که یا خیلی دیگه برات رو مخه رو میخوای بگو. بیشتر گریه کردن. گریه کردن؟ گریه من تا جایی که شنیدم دخترها بیشتر گریه میکنن. شنیدم که حالا بیشتر دیدم. شانس من هر کی زنگ میزنه گریه میکنه پیش من نمیدونم چی کار کردم. هر کی یعنی باهاش آشنا شدی تا الان گریه کرده؟ هر کی. شاید مشکل از شماست. ببخشید. مرسی. یعنی منظورت اینه اون داستانی که برات درست میکنه رو نیستی؟ همه چی اینا هم شاملش میشه. خب از سوال که دور شدیم کلا. خیلی فلسفه شد دیگه. خب تو با آخرین بالاخره با دختر حرف زدی دیگه، با آره دیگه. رابطه بودی دیگه. خب اون موقع الان چی تو رابطه‌ام. خیلی وقت تو رابطه نبودم. الان تو رابطه ای؟ آره. خب الان چی رو مخته از طرف هیچی. مقابله؟ هیچی. هیچ چیز رو مخی نداره. چون من آدمی که درست انتخاب، من اعتقاد دارم چیز درست اتفاق میفته خودش. من اگه بخوام دنبال اون چیز درست باشم که اتفاقات آره، هیچ اونجوری وقت این دو بار از بس دور شد. آره نه. اصلا فکر کنم آدم بدی گیره تو من سه من. نه داداش اتفاق خیلی حال کرد. خب سر چی گریه میکنه؟ یعنی چی آخه؟ لوسه. بچه خب خوبه دیگه، خوشو لوس میکنه. نه میدونی آخه احساس میکنن که یه سری چیزایی که از مامانشون باید توقع داشته باشن از ما توقع دارن. من مامانت نیستم، من صرفا پارتنرتم. خب میگن پارتنری که دوست داشته باشه برات مادری میکنه، همینه دیگه. پارتنری که دوست داشته باشه برات مادری میکنه ولی وظیفه‌شو مادری کردن نه وظیفه‌ش نیست. صرفا جهت دوست داشتن، واسه اینکه توقع کنی بعد اگه اجرا نشه گریه کنی واسه بچه‌ها. خب که مثلا چی گریه کرده، مثلا اومده گفته تو چرا به من اهمیت ندادی؟ آره. رفیق موضوعش خیلی فرق. رفیق به من زنگ بزنه الان میرسم به دادش. اینم حرف قشنگه، ولی تو چی میگفتی در جوابش؟ میرفت رو مخت چی بهش میگفتی؟ میگفت تو چرا یه ساعت دیر کردی؟ فقط تهش میگفتم من چی بگم؟ داداش دیگه آخه چیکار بی دلیل کنم؟ نیست الان دیگه نمیتونی کانکت چی دیگه. آخه حوصله نداری. هر کیو میبینی یا یکی یه جا رفته داره میماله یا یکی داره واقعا بازی خیابونش همینه دیگه. اگه بخوایم نگاش کنیم تهش میرسه به همون دیگه داداش. ولی خب الان تو رابطه رو بذار کنار، یه دختر رندوم خب چیش رو مخت میره؟ چی کار کنه رو مخت میره؟ چه میدونم دیر سین کنه، مثلا بره بیرون بهت نگه تا دیر وقت بیرون بمونه، مثلا میگم لباس بدی بپوشه بره، رو چی رو مخت میره؟ چی رو بخوام؟ هیچ چیزی تو ذهنت چرا؟ نداری؟ چی که وجود داره در هر صورت رو مخ. جز اونی که باش تو رابطه هر کی وجود داره رو نه مخت؟ کلا داشت این که باش تو رابطه هم داستانش فرق میکنه. به مثلا من فکر کنم دارم راه میرم یه جا، یا یکی مثلا نگاه میکنه سر تا پا بالا، من مثلا میره رو مخت. بد نگاهش میکنم. یه نگاه میکنم. خب این دیگه فقط شخص دختر نیستی تو دیگه. آره همه رو همینجوری. من این والا واسه دوربریام پیش نیومده بخوام ادامهش بدم، یکی دیگه هم میشه بگید. آره یه چیز دیگه اینکه اون با دوستاش میره بیرون تو نباید بهش گیر بدی، ولی اگه تو با دوستات بری بیرون اون میتونه به تو گیر بده. چرا؟ پیش اومده براتون؟ آره.
خود تو چی جواب دادی به شما؟ چی وقتی تو جواب؟ میکنی منم میکنم. اون چی گفته؟ اون گفته نه تو نباید بکنی. من پسرم فرق میکنم، هیچ فرقی نمیکنیم. من بعضی وقتا میگم من پسرم فرق کنه ولی خدای تو این مورد نمیگم. نه بلاک کردنم تو این مورد جوابه. هر کی گفت بلاک کن، من خودم پسرم ولی هر کی اینو گفت بلاک کن. گریه حالا- هم نکنید در کن. نه گریه خدای نمیکنم. شاید خودم قد ناراحت شم، حالا نه که دیگه برم تلفن زار بزنم نه بگم گریه ناراحتی اوکی، گریه لوس بودن اوکی نیست. ناراحتی نه، خب همه ما گریه میکنن. تهش این که ما مامانتون نیستیم، ما پارتنرتونیم. چشم حتما به بقیه هم اینو میرسونم که خوبه. پارتنر دارید، مادر نه. مثلا از طرف دیدی پرسیدن گفتم آقا اولین دیتت دوست داری کجا باشه؟ گفت خونه. آره دیدم. آره دیده بودی که اون آره تهش میرسه به همون. تهش میره این الان دخترها هم میدونن. خب تو یه روز برو خرج کن برو خونه. تموم. بیشتر از یه روز بس رو مخت میره دیگه برات. دیگه حال نمیکنم باش. اصلا وایب منفی دیگه داره. هر کی میاد چسناله میکنه. همه از قبلی مینالن دیگه. آره دقیقاً. قبلی‌ها خراب کردن. الله داداش من چی ادامه بدم به جواب مشخصی از سوال آره نمیرسه. شاید مثلا راجع نه داداش اوکی سوال. آجا من نمیدونم. والا من از آدم بدونم تو زندگی مثلا اینا. جز سری آدم محدود. آره الان خیلی محدود. مثلا با علی در ارتباطم. با یکی باش که با تو 2 رابطه. نفر. آره نفهمیدم. الله داداش دمت گرم تو ویدیوم شرکت کردی. بچه‌ها ساب لایک فلان. دمت گرم نگفته لایک و نشون داد. مرسی. مرسی از اینکه تو ویدیومون شرکت مرسی از شما. کردین. اگه اوکی این فیستون داخل ویدیو باشه لایک به دوربین نشون بدین. مرسی. الله سولید دمت گرم تو ویدیومون شرکت کردین. عشق. اگه اوکی فیست داخل ویدیو باشه لایک به دوربین نشون بدین. اوکی دادا. دمت گرم. جانم میرم.